رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نبود و چنین نیز هم نخواهد ماند. من هرچی در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. گوشتگیری همچون نمودی ورزش باستانی مردمی تاجیک امروز هم در تاجیکستان موقعی خاصه دارد. مسابقات پهلوانی یکی از سنت‌های نوروز است و گوشتی ملی همچنین با رقص و بازی و موسیقی ربط دارد. یک طرف میان بند همیخیل شده، بعد حرکتی گوشتی سر میشه. در آغاز هر سبقت گوشتی سنتی تاجیکی ورزشکاران می رقصند. این رقصیدن پهلوانان عادی نیست، هر کدام رمزی خود را دارد. قبل از همه با این رقص به حریف خود پیام می دهند. یعنی برداشتن دست و پریدن این چیه؟ یعنی شیردلانه به بالای حریف حرکت می‌کنید، چون عقاب پرواز میکند دستا را خیلی حرکت میکنید، یعنی ناترسیده و زده این جامعه گوشتی را کشاد کردن و سینه را کشادن به حریف به اون معنی است که شیردلانه قفس سینه کشاده به بالای حریف حرکت می‌کنید و احترام یکدیگر حریف رو دانستن در کار و خرسندانه گوشتی گرفتن. دلیل دیگری رقصیدن پهلوانان در گوشتی سنتی یک نوع تمرین و آمادگی بر آزمایش هم گفته می شود، زیرا پهلوانان تا رسیدن نوبت نبردشان در یک گوشه میدان گوشتی سری پای می نشینند. شاید علال خصوص رقصی که در گوشتین این سنت خاص خودش دارد، از یک جهت هم خرسند می‌کند مخلصانه و هم زیب میدان میشد و هم دیگر این یک حرکتی است که پهلوان رو آماده میکند، تیار میکند، بدن او رو به قوازمایی که نخستین قوازمایی میکند. پرت افتید. خوب. رقصیدن و انجام دیگر حرکت‌های دست و پای در گوشتی همزمان رمزی احیاشوی طبیعت و انسان‌ها پس از زمستان طولانی است که معمولاً در کوهستان مردم تاجیک در این فصل کاری زیاد انجام نمی‌دهند. جوبراران یک عنعنه بود که همه پهلوانان جمع آمدن در دهه و یکدیگر قوازمایی می‌کردند، بازی می‌کردند، دل مردم شاد می‌کردند. حالا در مسابقات رسمی گوشتی ملی رقص و حرکات رمزی اجرا نمی شود. تعدادی از پهلوانان سابقه دار برای حفظ سنت رقص ورزشی در معرکه های گوشتی ملی به ورزشکاران جوان اجرای حرکت ها را می آموزانند.